سلام به همگی، وقتتون بخیر. از اونجایی که این روزا سیدعلی وافور حسابی آبلنبو شده و از هر طرف داره تو سری و توپوزی میخوره، به شدت نیاز داشت که نمایش جمعه دیروز رو بسپاره به یه هوچی گلوپاره کن. واسه همینم خرچنگ نظام فرستاد جلو تا همچین بوفالووار ماغ بکشه و وضعیت پتال عظما رو پنهون کنه. مگه پنهون کردنیه آخه گوریل؟ پس از توافق نامه قرار بود اینا مثل بچه آدم حرف بزنن. دیدیم حداقل 3 تحریم پس از توافق نامه و 15 بار تهدید نظامی در کلام اینها بوده. بدبخت فلک زده خیلی زور زد که تریپش همچین لولو خورخورهی بشه، اما همین که دم باز کرد بوی زهر زد بیرون و دیدیم دام دام دارم رام دام دارم رام. اینجا بود که خرچنگ نظام مجبور شد دلا رو ببره به صحرای آریزونا و آبقوره گیری واسه ساختمون جاسوسی عظما تو آمریکا. اخیراً در امریکا آمدن ساختمان بنیاد علوی رو که هیچ ربطی به دولت نداره، یک تشکیلاتی کاملا مردمی، توش امور مذهبی، امور خیر، آموزش زبان فارسی، دادگاهی آمده این رو به اصطلاح مصادره کرده، حکم مصادرهش هم داده و واقعا عجب دشمنان استکباری بیرحمی پیدا میشن. بابا آخه با امور خیریه و کلاس فارسی عظما چی کار داری؟ حالا گیرم اون وسط مسطا یه جاسوسی هم کردم، یه مراودات تروریستی هم داشتم. آخه پس مذاکره واسه چی بود پس؟ اینجا دیگه نقطه ایه که این مسئولان دنگل مذاکره کننده قاط بزنن و میز رو چیکار کنن؟ شب کنن. مسئولان مذاکره کننده ما وقتی وارد مجلس مذاکره میشن و با طرف امریکایی مواجه میشن، با این نگاه وارد بشن که با دشمنی چین توز و کاملا غیر قابل اعتماد طرفن، هیچ اعتمادی به اونها نیست. اونچنان که در عرصه مذاکرات سیاسی هماوردی میکنید، در عرصه اظهار نظرهای سیاسی هم وقتی رئیس جمهور امریکا دریوری میگه، رئیس جمهور ما محکم بزنه تو دهنش. آقا یکی بیاد تریبون از جلو این خرچنگ منگ برداره. آخه آی کیو، میز مذاکره که جای تو دهنی زدن نیست، جای نرمش ذلیلانه است. این همه هارت و پورت کردی تا آخرش بگی برید تو مذاکره هماوردی کنی؟ بابا جون، در عرصه سیاسی فضای مجازی هم هماوردی کنید. نکنه منطق آقایون این باشه جواب بدی را باید با خوبی داد. این مال خودی ها. یا نه به اون اولدرم بلدرمای قبلی تو که آی تنگه هرمزو میگیریم و وای منافع استکبار رو به خطر میندازیم و این حرفا. نه به این هماوردی، اونم تو فضای مجازی. آقا ما قبلا یه تصویری از این زهر داشتیم، یه تصویری الان میبینیم. بابا نابودی عظما، نابود. یه تفکری رو کسانی دارن درش میدمن که اگر این مذاکرات شکست بخوره نظام آسیب میبینه، نمیشه بدون امریکا زندگی کرد. اصلا اگر رابطه با امریکا برقرار شد ایران گل و بلبل میشه. رابطه با امریکا حلال مشکلات، والله همه اینها دروغه. نظام ما نظام محکمی است. آره خیلی محکمه. پس واسه چی اینقدر قیقاش میرین؟ از همین تفکری که کسانی دارن درش میدمن معلومه که نظامتون تا کجا محکمه. آخه باد کنک
زهر زده هست و نیست ولایت و آشولاش کرده. ریزش تو نظام بیداد میکنه، همه بی‌حوصله شدن، بعد تو واسه ما دم از محکم بودن نظام میزنیم. بی‌حوصلگی یعنی چی؟ بعضیا میگن آخه تا کی بگیم مرگ بر امریکا؟ تا حالا شده بگید تا کی نماز بخونیم؟ تا کی روزه بگیریم؟ تا دشمن هست جهاد هست. جمع کن بابا کاسه کمچتو، این همه داد و هوا رو عربده کشی کردی، بعدش آخرش دوباره رسیدی به همون شعار تاریخ در رفته مرگ بر آمریکا. راستی چرا از تافتون شدن ولایت تو جریان اوین نگفتی؟ چرا قطعنامه رو نگفتی؟ ابو طالبی چی شد؟ ببخشید آب طالبی چی شد؟ دوره هارت و پورت دیگه تموم شده، هر چقدرم زور بزنی ریش زهر چکونت همه چی رو لو میده.